به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز. امروز می‌خوایم درباره یک موضوع فنی اما فوق‌العاده مهم صحبت کنیم و اون هم تفاوت عملکرد پنل‌های خورشیدی در دماهای بالاست. این بررسی فنی که امروز با شما به اشتراک می‌ذاریم نتیجه تلاش و تخصص کارشناسان شرکت مانا کنترل. امیدواریم که به درک بهتر شما از این فناوری کمک کنه. خب بیایید با یه سوال کلیدی شروع کنیم. فکر می‌کنید اوج گرمای تابستون، همون موقع که خورشید با تمام قدرت میتابه، بهترین زمان برای تولید برق خورشیدیه؟ جواب این سوال ممکنه شما رو غافلگیر کنه. تو این برنامه اول از همه یه تصور اشتباه رایج رو با هم بررسی می‌کنیم. بعد میریم سراغ عملکرد پنل‌ها توی گرما و می‌بینیم که طراحیشون چقدر تاثیرگذاره. در ادامه یه نگاهی به اهمیت اقتصادی این موضوع می‌اندازیم و در نهایت چند راهکار هوشمندانه برای مناطق گرم رو با هم مرور می‌کنیم. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. یک تصور غلط رایج. خیلی از ماها فکر می‌کنیم هرچی آفتاب شدیدتر باشه، برق بیشتری هم تولید میشه. اما ببینید، تابش شدید خورشید یه چیزه، گرمای زیاد یه چیز دیگه. واقعیت اینه که دمای بالا اتفاقاً میتونه بازدهی پنل خورشیدی رو به طور محسوسی پایین بیاره. فقط تصور کنید. دمای سطحی پنل توی یه روز داغ تابستونی میتونه به 75 درجه سانتیگراد هم برسه. این در حالیه که تمام تست‌های استاندارد و اون عددهایی که توی کاتالوگ‌ها می‌بینیم توی دمای آزمایشگاهی 25 درجه انجام میشن. این اختلاف دمای انورم معادلات رو کاملاً به هم می‌ریزه. خب حالا بریم سراغ بخش دوم تا دقیق‌تر بفهمیم که از نظر علمی گرما دقیقاً چه بلایی سر عملکرد پنل‌ها میاره. اینجا با یه مفهوم کلیدی به اسم ضریب دمایی توان سر و کار داریم. نگران اسمش نباشید، مفهومش ساده است. این ضریب به ما میگه که به ازای هر 1 درجه سانتیگراد که دمای پنل بالاتر میره، چند درصد از توان خروجیش رو از دست میده. پس طبیعتاً هرچی این عدد منفی کوچیک‌تر باشه، یعنی پنل ما توی گرما مقاوم‌تر و بهتره. حالا به این جدول یه نگاهی بندازید. تفاوت‌ها واقعاً قابل توجهه. فرض کنید دمای پنل 40 درجه از حالت استاندارد گرمتر بشه. یه پنل از نوع پرک حدود 13.6 درصد از توانش رو از دست میده. اما این افت برای پنل HJT فقط 9.6 درصده. این تفاوت خیلی زیاده و توی دنیای واقعی کاملا تعیین کننده است. بیایید این دوتا رو مستقیم کنار هم بذاریم. توی یه دمای بالا و یکسان بین پنل پرک و HJT تقریباً 4 درصد اختلاف توان لحظه‌ای وجود داره. شاید بگید 4 درصد که چیزی نیست، اما وقتی پای یه نیروگاه بزرگ در میون باشه، این 4 درصد یعنی کلی پول و انرژی. اما آیا این تفاوت‌ها فقط به تکنولوژی سلول‌ها ربط داره؟ نه، دقیقاً. توی بخش سوم می‌بینیم که حتی طراحی فیزیکی و ساختار خود پنل هم نقش خیلی مهمی بازی می‌کنه. 2 تا طراحی رایج داریم: پنل‌های تک شیشه و پنل‌های دو شیشه. پنل‌های تک شیشه پشتشون یه لایه پلیمری دارن که مثل یه عایق عمل میکنه و گرما رو حبس میکنه. اما پنل‌های دو شیشه پشتشون هم شیشه است، چون شیشه رسانایی حرارتی بهتری داره، گرما رو خیلی مؤثرتر دفع میکنه. این تفاوت طراحی توی عمل چی میشه؟ باعث میشه پنل‌های دو شیشه بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد خنک‌تر کار کنن. شاید به نظرتون کم بیاد، اما همین اختلاف دمای کوچیک به تنهایی میتونه بین 6 دهم تا 9 درصد توان خروجی بیشتری به شما بده. هر ذره مهمه. یه عامل دیگه هم ساختار داخلی پنله. پنل‌های معمولی مستعد ایجاد نقاط داغ یا هات اسپات هستن. اما طراحی‌های جدیدتر مثل بک کانتکت گرما رو خیلی یکنواختر پخش میکنن، اختلاف دمای سطح رو کم میکنن و مهمتر از همه باعث میشن پنل در طول زمان استهلاک و افت عملکرد کمتری داشته باشه. خب رسیدیم به اصل مطلب. این همه جزئیات فنی، آخرش از نظر اقتصادی چه اهمیتی داره؟ بخش چهارم دقیقاً به همین سوال جواب میده. نتیجه نهایی تمام این تفاوت‌ها رو اینجا می‌بینید. توی مناطق گرم، پنل‌های HJT در طول 1 سال بین 3 تا 6 درصد انرژی بیشتری نسبت به پنل‌های PERC تولید می‌کنن. این عدد در طول 25 سال عمر یک پروژه تبدیل به یه رقم فوق‌العاده بزرگ میشه. بذارید یه مثال بزنم که ملموس‌تر بشه.
یه سیستم 10 کیلوواتی خونگی رو در نظر بگیرید. فقط 3% عملکرد بهتر در طول 25 سال عمر سیستم یعنی 1125 کیلووات ساعت انرژی بیشتر. این یعنی درآمد بیشتر و بازگشت سرمایه سریعتر برای شما. همونطور که توی این نقل قول از منبع اصلی هم تاکید شده، توی مناطق گرم در نظر گرفتن افزایش دما یه فاکتور کلیدی برای ارزیابی مناسب بودن تکنولوژی ماژول هاست. این موضوع رو اصلاً نباید ساده گرفت. بسیار خوب. حالا که مشکل رو خوب شناختیم، توی بخش پنجم و آخر میریم سراغ راهکارهای عملی و هوشمندانه برای طراحی سیستم‌های خورشیدی توی مناطق گرم. 5 تا توصیه کلیدی داریم. اول، تهویه مناسب. اگه پنل ها رو 10 تا 15 سانتی متر از سقف فاصله بدید، خودش 2 تا 5 درجه خنک‌تر میشه. دوم، برای پروژه های بزرگ میشه به سیستم های خنک کننده فکر کرد. سوم، طراحی الکتریکی باید هوشمندانه باشه و افت ولتاژ در گرما رو در نظر بگیره. چهارم، تحلیل اقتصادی پروژه باید دقیق باشه و این افت بازدهی ناشی از گرما رو توی محاسباتش لحاظ کنه. و نکته پنجم که خیلی مهمه، استفاده از داده‌های واقعی و مانیتورینگ دمای سیستم برای بهینه‌سازی مداومه. خیلی عالی. خب، بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم و ببینیم چطور میتونید از مشاوره تخصصی همکاران ما بهره مند بشید. ما همیشه مشتاقیم که نظرات شما رو بشنویم. لطفاً با پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون به ما کمک کنید تا این برنامه‌ها رو روز به روز بهتر کنیم. و البته اگه برای پروژه خورشیدی خودتون به مشاوره تخصصی نیاز دارید یا قصد سفارش تجهیزات دارید، حتما با دفتر شرکت مانا کنترل تماس بگیرید. همکاران ما آماده پاسخگویی به شما هستند. شما میتونید از طریق ایمیل info@manacontrol.com یا با شماره تلفن 021 442 60 7491 با ما در ارتباط باشید. فراموش نکنید که برنامه‌های بعدی ما را هم دنبال کنید. از توجه شما خیلی سپاسگزارم.